این حضرت های بخشان يا فرق سيملو بزر يا فرق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انا لله و انا الیه راجعون. ما همه بندگان خدا هستیم و به طرف خدای عزیز مهربان باز میگردیم. برادران عزیز، اولا اینکه خوشا به حال او بنده که با طرف خدا یا به طرف خدا باز میگرده، با عزت و سربلند و با آبرو باز میگرده. همین انسانی که امروز در تابوت برادران عزیز خواب میبینیمش، شخصیت هست که اکثر مردم در تعریف و توصیف همین انسان زبانهاشون بسیار زیاد حفظ کردند. برادران عزیز، حتی همین را اشاره کردند که در زمانی که مردم تاجیک در شهر رسیه به صاحب به خانه و در بدن، همین انسانی که در تابوت میبینیمش، همین انسان دستگیری مردم مسلمان و بیچاره و مسکین مهاجر تاجیک بود. خواه در مقابل روس‌ها، خواه در مقابل داغستانی‌ها و چچن‌ها، خواه در مقابل هر یک کسی که در مقابل مردم تاجیک می‌ایستاد، انسان پیشتازی که در همون گفت گپای شب و روز از بارها خچقوش میکرد و دفاع میکرد برای ملت تاجیک، دستگیری کردن ملت تاجیک، همین برادر است که امروز در تابوت خواب است. همین نیتهای خوبش بود که حضرت خدای عزیز مهربان به همین درجه بزرگ رساندش. ای برادر عزیز، خواه بخواهی خواه نخواهی این دنیا را ترک میکنی میرای، لیکن خوشا به حال تو که وقتی دنیا را ترک کردی درجه رفیع شهادت را صاحب شئی از دنیا بگذری. من قتل دون ماله فهو شهید. هر کسی که به خاطر مال و ملکش، به خاطر عرض و ناموسش وقتی که کشته می شود، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند که اون شهید است. ممکن است که برادران عزیز در سینه خود محبت برای ملتش داشت، محبت برای خاک سرزمینش داشت، محبت برای مسلمان ها داشت، خاتمش به شهادت خدای عزیز مهربان به پایان رسانید. برای همین برادران عزیز، از چنین تابوت ها، از چنین مردان خدا ما و شما عبرت بگیریم، کمر همت ببندیم تا که بتانیم خدمت ملت، خدمت مسلمان، خدمت خاک سرزمین ما به جا بیاریم. یکی از علمای بزرگ همین اسلام را که در تاجیکستان ما و شما زندگی کرده بود، نامشم بردن شرط ضرور نیست، بارها در حق همون خدایی ها کرد که حتی که ما بسیار کین بود برای ما که به مثل همین انسان خدمت کنیم و به مثل همین انسان جانفدایی ها کنیم و به مثل همین انسان غمخوار ایشان ها و ملاها باشیم. و این چنین به حضرت ایشان سید شرف الدین که حضرت اینجا هستند زنگ می زده است، از حضرت احوال پرسی می کرده است، حضرت را می پرسیده است چه حال داری؟ برادران عزیز، این همت هر کس هم کردن نمیتونه،
یک ایشان تا یک ملا تا زنگ بزنی و از احوالش بپرسی، این کار هر کس کرده نمیتونه. همین انسانی که امروز در درون تابوت خوابش میبینه، برادران عزیز، همین به اهل علم و همین به انسان ها محبت داشت و زنگ میزد، احوال پرسیشون میکرد. اگر کشته هم شد به خاطر همین ملت کشته شد، اگر کشته شد به خاطر خدمتگاری همین ملت کشته شد، اگر اینقدر بلاها را به سرش آوردن به خاطر بدبختی و به خاطر یگان چیز نبود، بلکه به خاطر همین بود که همین انسان خدمت همین ملت را کرده بود. برای همین قدر برادران عزیز عبرت شود وفات چنین جوانمردها، همت کنیم که ما و شما همه وقت در خدمت عزیزا و بزرگان باشیم، در خدمت کلان و کلانزاده ها باشیم، در خدمت خاک سرزمین و ملت و وطن باشیم. انشاءالله وقتی که از دنیا میگذریم به آبرو میگذریم. این خدای عزیز مهربان رحمت و مغفرت کرده باشه. خدای عزیز مهربان درجه بزرگ شهادت نصیبش کرده باشه. خدای عزیز مهربان در غربت غریبی جانش گرفت، خدای عزیز مهربان به اون درجه های غربت غریبی که شهادت حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم او را نصیب روزش کرده باشه. خدای عزیز مهربان خانه آخرت آباد کنه. خدای عزیز مهربان قبرش باغ از باغهای جنت بگردانه. خدای عزیز مهربان همه مشکلات و وعصای سفرش برداشته کنه. خداوند به فضل کرم و رحمتش این بنده را از جمیع تقصیراتش در بگذره و خداوند قبرش باغ از باغهای جنت بگردانه و به ما بقیه صبر جمیل خدا نصیب روزش کنه. بسم الله، الله اکبر. باقی میماند برادران عزیز، اگر چیزی از خدای عزیز مهربان مانده باشه، خدای عزیز مهربان رحمت و مغفرت کنه. اگر از حقوق بنده میشود که بسیار تقریبا مدت 10-15 سال ریاست و کلونی مردم تاجیک در شهر مگنیتگار داشت، انسان نمیتونه که همه را خدمت کنه. میشود که یگان کس سخت گفته باشه، یگان کس زیاد گفته باشه و میشود که کسی را خدمت های زیاد کرده باشه، اون کسی را که صفا کرده باشه وقت عفو و درگذری، اون کسی را خدمت کرده باشه وقت دعا. های برادران عزیز، باقی میمانه اگر چیزی طرز قواله داشته باشه انشاءالله نداره، اگر داشته باشه هم انشاءالله ورثه هم هستن. همینجا از خدا امید داریم که خدای عزیز مهربان بندگان را توفیق بده که هر چیز اونها قرضدار باشن با ورثه را بیارن برسانن و هر کسی با شاهد بینه دعوا کنه انشاءالله هستن فرزندها. بازم خدا سفرش نیک بگردانه و از جمیع بلا و عطا و مشکلات سفر خدا نگهبانش باشه و خدای عزیز مهربان با ملائک امر کنه که با دسته های گل پیشوازش بگیرن و درجه رفیع شهادت نصیبش کرده باشه و خدای عزیز مهربان آخرت آباد، شب اولش آسان. ربی من الله است، پیامبر محمد صلی الله علیه و سلم پیامبر من است، اسلام دین من است گفتن را نصیبش کنه و خداوند از جمیع بلاها و مصیبت های سفر نگهبان باشه. بسم الله، الله اکبر. حضرت انسان شرف دین همینجا هستن. بچه‌ها خفا بشه چه شده شاید؟ خیلی خفا بشه بچه‌های تکبیر میگفتگی بخار باشه که